سلام بچه‌ها، به چنل ما خیلی خیلی خوش اومدین. امروز یه دونه چالش داریم. حالا چالشمون چیه؟ چالشیه که با یه مبلغ ناچیزی قراره هم صبحونه بخوریم هم نهار بخوریم، یه تفریح باش داشته باشیم. نه بابا. چالش اومدیم با کی؟ با یه نفر جدید از دوستان خوبمون امیر آقا. قراره چالش بریم باش، شاید سنگین. چالش چیه؟ باید مبلغی که تو کاغذها هست، تو نامه ها هست، به اونا بین خودمون تقسیم کنیم و باید باش بریم هم صبحانه هم نهار هم یه تفریح داشته باشیم. مثلا چقدر پول؟ من دیگه کفش 100,000 تومنه، زیادش 200,000 تومان. کف 100 بریم که داشته باشیم. بریم پخش پولا. مجتبی پخشش کن. یا خدا کدومو بردارم؟ نوبت شما. نه 150,000 تا سید آقا 200 افتاد. قراره با من 200 تومن افتاد، به سید 100,000 تومن، به امیر 150,000 تومن. حالا با پولا که گفتم دیگه قراره چیکار بکنم دیگه. بریم که انجام بدیم. برو بریم. نهار و تفریح. بریم ما دنبال کنیم. 200 افتاد. قراره صبحانه نهار تفریح پادشاهی با 200,000 تومن. با 100 تومن ما چیکار کنیم سعید؟ سطح لوله کنم. اون 100 تومن من تا آخر امروز میکنمش 500,000 تومن. هر کی نکنه. هر کی بکنه. صحبت کن سعید. حالم بده. خیلی حالم خرابه برای. حالم کینه. صبحونه یه جامعه که هیچ با 200 تومن یه جوراب بندارم. 200 تومن دارم بردم بسکن. چه؟ همینه رسمش دقیقا همینه. میگه بدون پول لریار گرفتی یا نه؟ زمین زمان من برم بچه تا دنبال میگردیم که یه صبحونه چیزی بعدم بخوریم، یادتون نره او کلمه پایین سابسکرایب بزنین. کلمه پایین سابسکرایب بزنین، لایک و کامنت و شیر اینا فراموش نشه. زنگوله بزن که کلیپات بعد جا نمونی دیگه. الان ما فقط کامون که خنده رو لبا شما بیاد. شما هم با همین کاراتون خنده رو لبا ما. پس برو بریم. سعید کو؟ سعید چیکار بکنه سعید؟ آبرو منو بردی خاک به سر. آقا اینا چیه میگی؟ قدش خوردن. نه همینجا با مثلا ماشین بدن. یه لحظه من از صبحانه نودل خریدم 30,000 تومن. شما چی خریدی همین؟ من یه دونه کروسان خریدم، یه دونه آب میوه، مجموع شد 40,000 تومان. خیلی شیک و مرتب. 40,000. شما چی؟ حتی شد 37,000 تومان. مابقیشو نداشت بهم بده، گفتم بر خودت. اوه 150,000 پول داره. بخش برام مونه. ببین من نهار تفریح نمیمونی. فکر کردیم بهش دیگه. شما چی خیلی رونو میکنی؟ نه اینو خریدم. این 10,000 تومن. خوب خریده. 10,000 تومن. من 90 تومن پول دارم. 90,000 تومن هم رفت.
اگه بونه ما الان 170,000 تومن پول دارم. بله بری. ما شما میانگین چقدر؟ 110,000 تومان داریم وسط حد وسط رو بگیر. 100 110. خوبه، تو رو میگیرم تا آخر ویدیو. سلام من جانم سوانه من بعد آبجوشم باش بود که نیست. الان میخوام من کافه پیدا کنم آبجوش بگیرم هیچ ازش. فکر نمی‌کنی شما. آبجوش بگیرم بذارم بخورم انشالله بسوزی. من قضا وا کردم. یه کافه پیدا کنیم اینجا. بله این کافه هم اینجا. ببینم آبجوش چقدر آبجوش اگه بتون رایگان بگیرم. سلام خوبی؟ یه آبجوش میدونم ببین توی؟ یه آبجوش آره من آبجوش بگیم بیزن توی بکنم ببینن حسب بکنم. من نکم پولات شما اتمالا میدونی. بخاری من میرم من بخاری دیو خیلی سر میتونم میبرم نگاه میکنم. دفعه را دیگه اگه آبجوش بخواد پلاک من برم میگه ویدیو رو حالا ویدیو برم بگم. مرسی از هم خوشش بگیر. من به آنباکس کم رایگان دیگه. اون واقعا نامردیه. رایگان گیری؟ اوه بیتوش عادی نامه پس ما صبحانه رایگان چرا باید بزن؟ به خطه اومدم شاه نگاهم بکن از گناه آمدم. برایشان چه الان آقا جدی الان نمیخوردی خب دمه دیگه برو یک لیشت کن لیوان بگیر اونجا. یکی از خوبای شریعتی قاسم آباد آبجوش داده اگه یه چایی بذاری ببین خالی نخوری اینو خب بچه آبجوش یادم رایگان کنید خب من بچه ها بازش نگاه کن نگاه کن شریعتی چی؟ خب من صبحانه رو بخورم بچه ها نادر میاد الان 3 دقیقه بذار بمونه تا این حرفش آره 3 دقیقه وقت واسیم عیبی نداره بهتن صبحانه دارم بهتن یا نه بوی میده. صبحونه خوبی گرفت اینا کن در لغم خواهی دیتر تماشی صبحانه شد بیا میخوای کروسان بکنیم بیا با هم دیگه کروسان بکنیم نمیخوای چیزی؟ ایش من خودم کوکی خودم رو دارم. کوکی همون کوکی چیپوف خود منه سید آقا ما عوض کوکی گردو میتونیست من خود بخری. این باید به تو از آمیوت بده نه تو از کوکی من میخواستم که کوکی ازش بگیرم که بعد یک کروسان هم بهش بدم آره چی زنه که اینجا من بگم که در حق فیلم مردار باز هم اجرا شده یا نه مردار صبحونه مردار ما نخورده یادمون رفت همینجا او پایین تو هشتگ بزنید هشتگ فیلم بردار مظلوم در اصل مظلوم که سعید الان نه خوب بره پایین خوش نیست نه فوق العاده است. یعنی واقعا تکسچرش رو دوست دارم. چیشو دوست داری؟ تکسچر بافتش رو دوست دارم. چوسی آنباکس سید بله امیر کورسان آنباکس سید بله دیگه بفرمایید بخور نوش جونه عزیزم گوش بشه به جونه شما همون آره این با نمیشه نه هنوز این خورده جا داره چی؟ آبزیپو مخوره خیلی زیاد هنوز درشو ببندیم بذار ببندیم درشو ببند شاید بزن. فشاره فقط راست میگه فقط فشار درم داشت من نهارم میشیدی مثلا نصف دیگه استفاده نهار میریم چیزی مشتی دم داداشو میگم کافی شاپ آبجوش که برو با مایی نگاه دقیقه همه توی برو با مایی شایدی شونده اسمش کوک تا وقتی که این نودل من آماده میشه یادتون نره ساب یادتون نره لایک یادتون نره کامنت یادتون نره حمایت
روبرو آماده باش. روبرو آماده باش. خونه مقوی. دیگه نودل من آماده شده بعد از 3 دقیقه انتظار. به همش گوشته. همش چی گوشته؟ مدل مرغ گرفتی همش گوشته. مرغ چیه؟ اون گوشت نیست سرش گوشت قرمزه. به مرغ چی میگی شما؟ به به الان تو به وضعیت به. نگاه کن نگاه کن نگاه کن گوشتی می‌خوری. نگاه کن نگاه کن بخوره. من مدل میخوام برم. به به. حسی داری همین آقا سعید بیا مثلا تو آبش حس پولداری سمی. پول داری حس پولداری فاصله طبقاتی رو شما توجه بکنید اینجا. الان من حالا ما که قشر متوسط جامعه هستیم فقره سعید خط فقر سینو چجوری هنوز مونده از کوکیش. آره. داره به فکر میکنه برای نهار هم اینو نگر دارم مثلا من خب نظر تو چی؟ من چی؟ ما هم صحبت کنیم تا وقتی که همین غذاشو میخوره کار دیگه نمیتونیم کار بکنیم. دیگه نمیتونیم بکنیم من میخوام غذاشو ببینم. ما غذاشو ببینیم غذاشو به به به. سعید حس حس داشته باشه حس چیه؟ من بارم یارم ای که گفت. روحت سیر شد امین جان شما چون قشر متوسطی بود کانادا صبحانه تقریبا خوبم خوردی. آره اگه پاشیم بیایم بریم با هم پیس شرطی بازی کنیم من میخوام نهارم خوب بخورم. اما من پیس شرطی بازی میکنیم. معلوم نیست بعد بریم اونجا ببینم نظرم چیه ولی بیا PS شرطی باید بازی کنیم. سر چقدر بازی کنیم؟ سر 30,000 تومان. سر 30 تومن آقا تصریف شد همین الان بهتون میگم من پولم 20,000 تومان. خوشحالم خیلی خوشحالم. به شکلی تو با ما کلاش بازی کنی ببینی؟ کلاش بازی می‌کنی با ما شرطی؟ کلاش با بازی. سر چقدر؟ سر 50,000 تومان آی گل. اگه میای که ببین کانتر بازی کنیم سر هر چی. قبوله تو تک ما دوتا نه دی مودم با تو صحبت می‌کنم الان. نه راست میگی الان با 6 هم میتونم بازی کنم باز بازی کنم. با 6 کالاف هم باز بازی کنم پی سی. آره. چیزایی که خودت خوبی بازی می‌کنی نه دیگه الان سعید تو پی اس تو چیه پی اس خوبه. خب من ریسکش آقا پذیرفتم که با سعید بشه چیز بازی کنم تو چی خوبی؟ نه همه چی نه توی چی همه خوب چی. عالی خیلی. سلام بده تو کراش الان کالا خداش تمام نشد. بچه نها این کیفیت مهم نیست کمیت مهمه. بعد کمیت ما کمتر خواه چیکار کنم من. من وقتی که اینو میخوام و اینا در نگاه میکنم و شما هم در من نگاه میکنین قطعا الان ما تو چالش قرار گرفتیم خب بس طبقات اینا و شما که تو نیستیم همون صاحب و اینا یادتون نره. اینو سعید نمیگه من باید بگم وسط غذا خوردم من چی بگم؟ من غذای خوبی میخورم چیکار سعید کنم؟ راضی نیستش الان نمیتونه درخواستی داشته باشه به به عالی سیر شدم یه بازی دیگه هم میتونیم بازی کنیم سیر شدم سی شدن کنی دو نفر دارم میسوزه بدم برنامه میچینم بعد شرطی که پول نهارش در بیه 90 تومن پول دارم. 90 تومن پول تو الان نهار و تفریط با هم دیگه با 90 تومن دن تفریق پی اس باتون بازی میکنم شرطی میبرم پول نمیدن نهارم همشون میخورم 90 تومن. bir kenarda bir kişinin de girmesen de vallahi. صبحانه خوردم مشتی Uftemiş. نودل Uftemiş. فشار نوش جان داداش من نوش جان این چه حرفی. تونستی صبحانه حداقل چیز بهتر بگی بخوری که انرژی حفظم بشه من صبحم خیلی هم خوب بود. راضی بودی؟ راضیم الان قرارم نهار نان بربری نان بربری نان بربری اون دا پرتقال مغرب ما بربری
افتاد تو نرفتی نه قراره چیز خیلی مشتی یه فلافل میچسته فلافل منم میخورم. فلافل خیلی غذای خوبیه. دوستان تهیه کننده بودجهش نرسید، خودم برای خودم بستنی خریدم. واقعا هستم ولی اگه براش هم باشه رندومش یعنی تیم یه گزینه باشه. آره من اون هستم. همین خیلی خوشحالم نه باشه با ما صحیح نشه. تو ادعای بازی میشه، ادعای این ور پیش اون ور میشه. الان چه خرج شو میگم نه نشون ماشین واسه اشکال بله رسیدیم. لحظه موعود، لحظه سفارش دادن آسایید. شما فکر نکنم چیزی سفارش بدید. شما نهارتون رو قبلا گرفتین آسایید. خیلی هم مقفی برای نهار. نودل فلان بیزار. بعدم نهار بکنم. چه نهاری؟ ساندویچ سمبوسه 5000 تومان. امروز رعایت آسایید کردن. اون قیمت فلافل رو تخفیف دادم 5000. چی یاری؟ یادم رفت. میگم امروز به خاطر آقا سعید خبر داشتن قیمت رو آوردن پایین 5000 تومان آسه. من گوه خوردم اینو خریدم. آره بریم تو نمیدونم. بریم تو سلام عزیزم. سلام. خدا قوت. ساندویچ فقط فلافل داری؟ آره. عرضم به حضور شما که من که فلافل قصد فلافل نیت فلافل داشتم. امیر ساندویچ فلافلشو میگیره. امیر فلافلشو بگیره. ما بریم. سعید هم که نهارشو گرفته عقب. نودله دنبال آبجو داریم. فکر کن نهار رفته نودل و سوانه نودل نهار فشار. من آبجو شما میدم. نه آبجوشو بگیر. ما بریم ساندویچشون رو میگیریم. خب یکی میره فلافل میگیره، یکی میره آبجوش میگیره و نودلش. من ساندویچ بخوریم. است چیه؟ ساندویچ پیتزا. یک زن بشه ساندویچ پیتزا. آره نوشیدنی سس 2 تا سس هم میزن. ساندویچ هم دونه دیگه. آره خب بس 3 ساندویچ با 2 تا سس. نه میره مرسی. خورد نداشتم من مریوشم کارتم باز نگیم دو توانی که 40 داد. این اورو شاید یه همون میشه. مرسی. خب ساندویچ پیتزا گرفتم دیگه. نگاه پولداری ببین سعید آبجوش رو گرفت یا نه. امینو بگی به دستت که خب ببین سعید آبجوش رو گرفته. سلام داشت خوبی؟ سلام بشم.
چنگال شکسته. شکست؟ نه سالمه. آبجوش گرفتی؟ بودن یکم باید باستم. چند؟ من نپرسیم. من ساندویچ پیتزا گرفتم. طریقه استفاده اینو بلدی؟ ساندویچ پیتزا گرفت. آره. دوست شما کن. دوست شما کن. اینجوری؟ آره. طریقه استفاده یاد گرفت. تو چی تمیشو گرفتی؟ گوشت. گوشت. همش گوشت. امیر! بابا! چکار کردی؟ شما چکار کردی؟ آماده است عزیز؟ دست شما در نکنه. مرسی. میتونم خلطه پو. عمل خیلی دارن انجام میدن. بس. آی زوختم. چقدر میشین؟ مرسی. به جلو. چقدر؟ 5 تا خدا رو شکر. 5000. من رایگان شد 5000. بیا. 5 تا پول داد. من رایگان چقدر پول. یه پولتون میده شما؟ من آبجوش رایگان گرفتم. بازم میگم دمش گرم. این شد 30 چه معرفتی بود. 60 مونده بود. 55,000 تومان. اگه خورده داشته باشم 50. داداش خدمت. آبجوش پولم شما چی سفارش دادم دوباره؟ من خدا رو شکر. ازم ساندویچ پیتزا سفارش دادم. خب ساندویچ پیتزا. مانی. پولداری. ساندویچ پیتزا. پولداری. بابا خدا وکیلی حلال. پولداری. فلافل فکر کنم حاضر شد. ساندویچ پیتزا پولداری. ازشون بگیرین لطفا. به چی بگم؟ نگی مورد منکراتش. آره ممکن. فلافل شما چقدر شد؟ فلافل من شد 55,000. 55,000. داشتمت گرم. 55 تومن با دیگه اجازه. دارم. 55 تومن. مدل گوشته. همش یکم بدانشون فلافل هم داره. یه همیش بزن. نه هم نزد باز بده. حالا بذار درش رو دم بکشه. نه نودل میخوام. ما صبحانه ما نودل بود. من صبح برای فیلم برده حالا هیچ نخورده. کوفته خورده بابا فیلم بردار مخوره دیگه. بستنی خورده فیلم بردار بستنی خورده. قبلش هم نخورده من نشده فیلم برده نار نداره. من ساندویچ پیتزا گرفتم. یه 130 تومن شد. 136 تومن. تموم شد پول. 136 تومن. پول تموم شد. نه پول هست. پول هست. آره. چه خودتون داره می‌دونی. تقلب میکنه شد. شما چقدر 136 تومن گرفته باشه. اول چقدر خرج کردش؟ تومن داشته چقدر چیز گرفتی؟ کلا 26 تومن داره. 34 تومن داری؟ 34 تا تفی مشت نمی‌کنه. ببین نه آقا داداش باید قشنگ شما برنامه‌ریزی چی؟ می‌کردی. شما چی؟ من الان 55,000 تومن دیگه داره. 55 نه آره. چقدر پول ساندویچش شد؟ 55,000 تومن خب، پول هیچ. ساندویچ. شما چقدر پول نودل شد؟ من 35,000. 35,000. 10,000 تومن هم پول آبجو. 5,000 5,000 تومن. من الان 55,000 تومن پول دارم. ایشون هم تو الان پول داری. آره من صبحانه نهار خوبی خوردم. چقدر تفریح گیم خوبه. سنتر رو حساب کنم. حساب میکنم. خودم من بازی اون 34 شما هرشو شرطی بازی کنی دیگه. بازی میکنم. بازی میکنی. شاهد باشین داره میگه شرطی کراش. آره. کراش دیگه. کراش بازی میکنی. کراش. لحظه باختشو فیلم برداری میکنی قشنگ ببینین عشق کنین. لحظه بازی هر مپی هم خودت بگی. هر مپی شما بگی. چه آه. مپی؟ مپشو بگو الان. برم اونجا تعیین میکنم. اصلا میریم پیس هر زمینی که شما انتخاب کنید. لمش دارو بخوره. وقتی که توی که ساندویچ تا من اینجا آماده دیدی. میشه توی که تا اینجا گم کردی یک تو اینکه آره، واسابی لایکی کامنتی کامنت آفرین به پایین داری میکنی. به خاطر قدشه منو هم میکردم. تو برو پایین‌تر. الان به پول عزیزم. این مدل مو آماده نمره برو. چه مدل خوشگلی. لکم همش بزنم. من وان نرفته هستم. خیلی عجله می‌کنی آسه. بذاریم دم بکشه یکم بیشتر. راست میگو داشو برمی‌داری. آسه. گرما میاد بیرون. آسه. آه سعید سعید آقا اینو سردش میکنه. خب بعد سردش بکنی نمیتونه بخوره. بوه شاید بو ساندویچ توه. من چی بخورم؟ تو نامه نداری؟ نه بخاری دیگه به چیه پس؟ ندارم یادم رفته بیارم یاد رفته بیاری؟ ای بابا زیرنگ یا کیفشو میگردم. کیفشو میگردم. کیف تو کجا گذاشتی؟ روی ماشین. تو ماشین گذاشتی؟ کی در میارم؟ خب داشتم میگفتم خودم میگم اگه تو اینا دارن چطور میگن شما گوش کن.
چرت و پرت قیافت مردک. درست صحبت کن. غلط نمی‌کنی. شما جاینا چهتانی نه ولش شما بروشین. شما از این لطف کنید سابسکرایب رو بزن، زنگوله رو فعال کن. اینجا ما مفتاح دوربین کامنت و شیر و اینا هم بفرست ببینیم چیکار می‌کنید دیگه. الان ما با 34 ساعت مرسی ممنون. ساندویچ پیتزا من آماده شد. بریم چی داشته باشیم. بریم ساندویچ امیر هم آماده شده فکر کنم. چند واسه 3 دقیقه بشه. اوف پیتزا سلام عزیزم. سلام بشه. فیلم بردار نودل مخوره. نهار نودل آماده هم شده بچه‌ها. ساندویچ پیتزا گرفتن. چقدر هم خوشبوه واقعا. شکسته چنگای چه شکسته. من آماده نیستم. چرا؟ واقعا چنگال هم شکسته خیلی خوبه خیلی شدید خوبه خدا شکر من جد نکنم واقعا خوبه من نماری واقعا پیتزا داشتم میدم. خوب میشه من و آقا سعید تصمیم گرفتیم که این نوشابه شریکی من دیگه بگیریم و همه حال بجزونیم. این لحظه بلند شو. خب این شما بخیر از من چرا شو؟ کافیه خوب. کار نباشه. همین قوله بهشون بدون دارم میرم نه بگم داشت خوبی؟ داره باشه. ما بچه ها نوشه گفتن با من نمیده یعنی لیوان شما میدی؟ لیوان داریم؟ بدات باشه. نامرد اما چالش ما گرفتن نامرد شد. رفیق اینا خدا بدات بشه مشک منی چون خاک باتن. نه بخور اینجا بخور. همین جان بفهم داشت شیشه یه چیز دیگه است. ولی نه حداقل چیزی که قصبی نیست. شکما سیر جیبا بی پول همچیش موگوی که انگار ما قبلش پول داشتم قربون لجت. یه پیتزا خوردم. چی میگی تو؟ الان چقدر پول داری تو؟ سر کل مالیات داراییت میبندم 34,000. سر کل داراییت من میبندم یه چیزی بگو. بگو ما بتن سوال نخورم بتن نام خوردم الان ما بابا چقدر بازم فخر بکنم. فروشی پسر جان. نه خاطرم میگه چقدر پول داری. اینقدر فخر فروشی نکن پسر جان. آفرین امیر جان. باره که خاکی باش. الان ما مثلا 37,500 درم الان من مثلا خودم شخصا 37,500 پول دارم. من انقدر نمیام به حمید بگم که تو پول نداری چی. باریکلا. یا ما خطش بابا اختار آمده من ندیدم خودتون نشونت زمین کردی الان اون وقتش خوب او بعد اون بابا نمیتونم بگو مثلا منظور چیه؟ بازی خوب بازی کن. بازی بکن که مثلا مقدمی جد شد ما مثل کلاس بازی می‌کنیم $3 باید بسازم. مثل سگ مبارا مثلا بین سگ هیچ هم پول نداری مثل سگ اینجا تا شب وایسی برای که آقا گفتن انجام میدیم
برم ساق. صنایع سزو باشه. و در همون لحظه که داشتیم از ریاکشن بچه‌ها می‌گرفتیم حمید گواه ملقب به یادش اون چه گلی زد. عجب گلی زد. نه. من دازه برام معرض برام این بازیکن عجب زیربایی مثلا. اینم از چالش ما. پولو می‌بینی من 100 تومن داشتم 20 تومن واسمون. چقدر پول داشتی تو؟ من 200 داشتم 1000 واسمون، ولی ناهار خوب خوردم، صبحانه خوب خوردم، خوبم بازیم هم باختش. کردم. خوبم با من همه چی رو حقم تعادل نبود. رفتم 20000 تومنم برام موند. سر PS با حقم نبود. گل چهارم و واقعا چی؟ افتضاحی خوردم. نامردی ته خوردم. تهش هم 10 تومنم بهت میدم به خاطر اینکه گل نامردی خوردی که هممون یه چیزی داشته باشیم. نه بگی 10 تومنم شما بده به فیلم. خلاصه که چالش امروز ما هم که خوب شد بعد تموم شد. روز خوب. مرسی از همه کسایی که ساب کردن ما رو، لایکمون کردن، کامنت برامون گذاشتن. کامنت یادتون نره حمید مظلوم واقعا سر بازی مظلوم بودم من. یعنی کل روز داشت عشق میکرد. همین من ساندویچ غذا ما خوردم، فلانمو کردم، بهترین کارم کردم. بعد هشتگ حمید مظلوم. ساندویچ خوب خوردم، صبحانه خوب خوردم. سر بازی خودتون دیدین بازی افتضاح بود سر پیس. بازی آقا بازی کراش هم افتضاح که بود. دیگه کلاش شاهد هم بودیم دستم دیگه. خراب بود، دو بار دستم آقا عوض شد، همگود بازم در دستم آوردن. خراب بود. آقا جان اینا تا چرت و پرتاشو میگم من بگم آقا سابسکرایب بزن، کامنت بذار، هشتگ حمید مظلوم حالا حقت یاد نبود. نره بازی خوبی نکردی. و حمایت کنید. منظوردار داشتیم. گذاشتم بازی. مرسی از حمایتتون. گذاشتم بازی قشنگ شد. یعنی بازی گل قشنگ بزنیم. اینجوری نیست. بازی قشنگ همین رو بزن. توان تو تو من بیدار کردی. گوشم نه برو.